اقدامات خودمون رو در حال انجامیم. جمع‌آوری هایی که باید داشته باشیم، اسنادی که باید جمع بکنیم، این اسناد رو جمع کردیم. همه اینها میخوام بگم در یه سطح بسیار قابل توجهی آماده است که با تدبیری که میشه و برنامه‌ریزی که در این جهت صورت میگیره اون وقت اقدامات بعدی قضاییش هم میشه. آقای وزیر، این سالم خوبه بپرسم، خب توی این حوادث چه تو سال قبل چه همین 25 بهمن برخی ها بودن که حالا به اشتباه دستگیر شدن یا توسط نیروهای وزارت اطلاعات یا دستگاه‌های انتظامی. خب اینا بعضا هم خانواده هاشون نگران میشن، هم خودشون شاید دلخور بشن که قطعا میشن. چه تدبیری اندیشیده شده که این در واقع اتفاقات کمتر بیفته و زمانی که در واقع اینا در بازداشت هستن به حداقل برسه که این میزان نگرانی خانواده ها بیاد پایین‌تر؟ خدمتتون عرض کنم، ببینید اینجا من لازمه اشاره بکنم که به حمدالله با آمادگی بسیار خوبی که در مجموعه هایی که باید این کار غربالگری رو در واقع انجام بدن که اگر کسی همونطور که اشاره کردید بیگناه لابلای جمعیتی بوده که دستگیر شده، این خدمت شما از البته دستگیری هایی که ما داریم دستگیری های هدفمنده، چون ما تو عرصه درگیر نیستیم، ما بیشتر کار اطلاعاتی انجام میدیم. دستگیری هامون دستگیری های هدفمنده و هوشمندانه است. دستگیری هایی که توسط مثلا دستگاه انتظامی که مسئولیت داره بالاخره میره تو صحنه، ممکنه یه جایی هم یه اشتباهی صورت بگیره، یه فرد بیگناهی بشه. با آمادگی بسیار خوبی که هم نیروی انتظامی داشته تو این بحث، هم وزارت میره به کمک تو اون مواقع به کمک نیروی انتظامی، من میخوام بگم این بسیار سطحش پایینه. میشه به راحتی گفت در سطح میتونم بگم هیچه، که اگر کسی بوده باشه تو همون مراحل اولیه با اقداماتی که صورت میگیره فوری خدمت شما عرض کنم که فرد مورد توجه قرار میگیره، مورد شناسایی قرار میگیره و آزاد میشه. عذرخواهی هم ازش میشه که حالا اشتباهی مثلا صورت گرفته. این پیش بینی ها من میخوام بگم از هر جهت الان به حمدالله با توان خوبی که در مجموعه هم دستگاه انتظامی هم دستگاه اطلاعاتی وجود داره پیش بینی های بسیار خوبی شده. من فکر کنم به چند ساعت نکشه افرادی که اگر بیگناه بودن آزاد. خب شما تو صحبتاتون اشاره کردید در مورد خب تحولات منطقه و این اثر این تحولات بر سرویس های منطقه‌ای که حتی به خودشون هم بعضا به شک نگاه میکنن. من میخوام در مورد این تحولات منطقه صحبت بکنیم که خیلی از سرویس های امنیتی دنیا رو هم غافلگیر کرده. اینو این بخواد توضیح بدین که ما سرویس امنیتی ما چطور این تحولات رو پیگیری می‌کرد و آیا قبلش ما در واقع جنبندی خاصی تو این موضوع داشتیم و از تحولات که خود شما اشاره کردید در صحبتاتون بفرمایید. خدمت شما عرض کنم، ببینید اولا من این نکته رو اشاره بکنم که انرژی مصرف شده توسط استکبار و سرویس های استکبار تو طول یک سال گذشته در مقابله با جمهوری اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام تشکیلات استکبار رو دچار فرسودگی کرد. بنده این رو روش ادعا دارم که درگیری سنگینی رو استکبار با ما داشت. دیگه شما اظهارات اوباما در کنگره، وزیر امور خارجهش، وزیر امور خارجه انگلیس، مجموعه های مختلف تو صحبت هایی که داشتن در سرمایه گذاری هایی که در مقابله با انقلاب داشتن، چه پول و چه سرمایه گذاری های فنی که در بحث شبکه های مجازی و در واقع در اینترنت دنبال میکردن، سرمایه گذاری سنگینی کرد. ما نفسگیر با اینا درگیر بودیم، ضربه های سنگین و قابل توجهی هم خوردن. این که اعتقاد بنده اینه که این مجموعه دچار یه فرسودگی شد. این فرسودگی که به حمدالله موجبم شد که جمهوری اسلامی بلند بیرون اومد، یعنی در مقابله با فتنه و درگیری با فتنه تونست موفقیت‌های بسیار خوبی رو به دست بیاره که عرض کردم موفقیتش همین ریزش سنگینی که فتنه‌گران داشتن و اونایی که حالا فکر می‌کردن اینا نیت درستی دارن با اینا همراهی داشتن، خودشون از صفشون از اینها جدا کرد. این موجب شد که یه فرصتی رو کشورهای منطقه پیدا بکنن و اینام دوچار یه بی‌توجهی به کشورهای منطقه بشن، این خیزش شکل بگیره. البته ببینید
من اینجا لازمه اینو اشاره بکنم که ما اعتقادمون اینه که این خیزش ها باید خیلی زودتر از اینا شکل میگرفت. این خیزش ها تأخیر داشته. تأخیرش هم به دلیل اینه که ما یه جاهایی از بعضی از افرادمون از ایده های امام، معماری امام و اون طراحی که امام در رابطه با انقلاب اسلامی داشتن فاصله گرفت. بالاخره ما دوره های قابل توجهی داشتیم که اصلا بی توجه به این مسائل ایده های امام، افکار امام بودیم. وقتی هم روی میاریم استکبار حجمش سنگین میشه. یعنی وقتی میریم به این سمت، بالاخره دولت نهم و دولت دهم با تدبیر قابل توجهی که مقام معظم رهبری داشتن شکل گرفت. شعارهای سنگین و قابل توجهی که ریاست محترم جمهوری در بحث عدالت خواهی، در بحث استکبار ستیزی به میدان اومد، هم در واقع منشأ گرفته از افکار و ایده های امام بود. کشورهای منطقه باز احیا شد، جانی گرفت. نخبه، حالا این که من دارم میگم اینا مبتنی بر اطلاعات ها، یعنی افرادی که در همین کشورها وقتی بعد از همین خیزش و یا قبل از همین خیزش تو همین 1 سال گذشته ما وقتی سراغ اینها رفتیم، یکی از حرفایی که به ما داشتن، چون من میخوام اینجا اینو اشاره بکنم که یکی از وظایفی که ما در وزارت اطلاعات احساس میکنیم و تکلیف میدونیم، بحثای خدمت شما عرض کنم که خواسته های انقلاب و نظام و در واقع اون شعارهایی است که امام دنبال میکرد. وقتی سراغ اینها میری، یکی از حرفای جدیشون اینه که تو این چند ساله کجا بودید؟ این یه نکته قابل توجهه. تو این چند ساله چرا ماها رها شدیم؟ بعضی هاشون حتی مطرح کردن که ما به دلیل حمایت از ایده های امام، افکار امام، ضربه های سنگینی خوردیم. این نکته قابل توجهه. خب ببینید، من میخوام اینو عرض بکنم که ما وقتی میریم به سمت ایده های امام و فریادهای امام رو تو دنیا مطرح کنیم، عدالت خواهی، مباحثی از این قبیل، خب بیداری شکل میگیره. در واقع اون ابتهاج به وجود میاد توی مردم و خیزش خود به خود شکل میگیره. خب حالا اینجا این نکته رو داشته باشیم، اینم بهش توجه بکنیم. وضعیتی که الان استکبار داره، استکبار الان جبهش یه جبهه دچار چالش های سنگینی تو مباحث اقتصادیه. هم بنده میخوام بگم همین خیزشی که در دنیای اسلام شکل گرفته، این خیزش قطعا در کشورهای اروپایی و آمریکایی هم شکل خواهد گرفت. یعنی وضعیت اونها امروز یه وضعیت این چنینیه. این مبتنی بر اطلاعاته. دقیقاً. این فرسودگی و این فرسایش، خدمت شما عرض کنم که یه وضعیت این چنینی رو داره. اینها، من اینجا اینم اشاره بکنم که استکبار دوچار این فرسودگی که شد، این خیزش شکل گرفت. الان هم دوچار سردرگمی که از کجا لطمه خورده، از کجا ضربه دیده که این خیزش یه دفعه اینجوری شکل میگیره و همینطور در حال اوجه و همینطور در حال توسعه است و داره جلو میره. البته اینجا بد نیست اینم من اشاره بکنم که گفتم اونجا تو بحثای قبلیم اشاره کردم که اینجا بهش میپردازم و اشاره میکنم. استکبار خیلی هم داره تلاش میکنه که به یه نوعی جمهوری اسلامی رو هم بیاره تو این مقوله بهش بپردازه. مثلا 25 بهمن رو میخوان یه بهره برداری اینجوری ازش بکنه، اما خیزش مردم رو وقتی در 22 بهمن میبینه یا در نماز جمعه بعد از 25 بهمن میبینه، این مردم حمایتشون از خیزشی که در خدمت شما عرض کنم که منطقه به وجود اومده، نمیتونه اون بهره برداری رو بکنه. الان شبکه‌های در واقع رسانه‌ای استکبار و استکبار رسانه‌ای داره سرمایه گذاری سنگینی میکنه که به یه نوعی بخواد بگه این 25 مثلا بهمن هم تو اون راستاست، ولی نتونست کاری انجام بده. با تلاش مذبوحانه است. ما در واقع اخبار و اطلاعاتی که از مجموعه خودشون داریم، خودشون دارن مطرح میکنن که این به جایی نمیرسه، چیزی نداریم.
وزنی نیست که بشه ازش استفاده کرد. یعنی وزن کشی که در 25 بهمن تو شکل گرفت اونقدر ضعیف و مذبوحانه است که خود اینها تو بحثاشون دارن به جان هم افتادن که این اصلا قابل استفاده قابل بهره برداری نیست. من اینجا لازمه اینو اشاره بکنم که این حرکتی است که به دلیل فرسودگی سیستم اطلاعاتی استکبار شکل گرفته، باید هم به حول قوه الهی به نتیجه برسه. ممکنه بعضی هم تحلیل های مختلفی توی این مقوله مباحث داشته باشن که حالا این خیزش ها مثلا ممکنه طراحی خود استکبار باشه یا مباحثی از این قبیل هم وجود داشته باشه، اما نکته قابل توجهش اینه که بدنه مردمی و دیندار این جوامع اومدن پای کار، همونجوری که رهبری گفتن، همونطونه که مقام اعظم رهبری فرمودن و دقیقاً بدنه اسلامی است، بنیه دینی است. اون چیزی که تو صحنه نگه داشته اعتقادات دینی است. ما از این باید استفاده بکنیم. موج بیداری بسیار قابل بهره برداری است و اعتقاد بنده اینه بر اساس اطلاعات که این موج توسعه داره. استکبار البته یه فرافکنی داره میکنه برای اینکه وضعیت به هم ریخته خودشو در مباحث اقتصادیش که داره پایه‌هاشو لرزان میکنه و پایه‌هاشو در واقع داره به هم میریزه، میخواد با فرافکنی در واقع وضعیت خودشو اجازه نده به بیرون منتقل بشه. خب ما چند تا سوالمون مونده، دوستان اشاره میکنم چند دقیقه فقط وقت داریم؟ خب 5 خب 10 دقیقه وقت داریم. یه بالایی ببینیم دوستان آماده کردم، ببینیم بعد ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردای پیروزیم. ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم. ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم. از من، از تو، از ما وطن می‌خواهد اینک جان بیداری. برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. بله، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم. شعاری که شما مردم رشید ایران به خوبی اون رو به منصه ظهور گذاشتید و اون رو نشون دادید. آقای مسلمی، ما 2 تا سوال داریم، ولی وقتمون خیلی کمه. من خواهش می‌کنم مقدار کوتاه‌تر جواب بدین که هر 2 سوال رو بپرسم. یکی در مورد این بازی جدید با اطلاعاتی که به نام ویکیلیکس معروف شده، می‌خوام مقدار در مورد این توضیح بدین، اهدافش و اینکه اصلا به چه رسیدید در این زمینه. ببینید در رابطه با این ویکیلیکس من خیلی کوتاه اشاره بکنم که این اسناد در واقع مخلوطی است از اسناد واقعی و غیر واقعی و خدمت شما عرض کنم که خیلی از این اسناد ساختگیه و مجعوله. اینو سیستم‌های اطلاعاتی خوب میفهمند وقتی روی اسناد تأمل میکنند و مورد خدمت شما عرض کنم بررسی قرار میدن. اهل فنش به خوبی متوجه میشن که بخشی از این اسناد ساختگی جعلیه و بخشش هم البته اسناد، یعنی برای اینکه اون جعلی ها رو بتونن به نتیجه برسونن بالاخره اسناد واقعی هم مخلوطش میکنن، قاطیش میکنن که یه جایی وقتی سند جعلی رو جلوش میذاری اون سند واقعی رو ارائه کنه بگه به این دلیل برای اینه که اون سند خدمت شما عرض کنم جعلی نیست. ولی ما تو بررسی هایی که کردیم اینه که اسناد فراوانی هم داریم از مجموعه خدمت شما عرض کنم که دولت آمریکا و
مجموعه های مختلف اطلاعاتیشون که این اسناد بخش